سلام به شما. تا حالا فکر کردید وقتی یه چیزی رو تو گوگل سرچ میکنید پشت صحنه واقعا چه خبره؟ یعنی چطوری میشه از بین میلیاردها صفحه گوگل دقیقاً همونی که دنبالشیم رو پیدا میکنه؟ یکم شبیه جادوه نه؟ دقیقاً حسش همینه. ولی خب جادو نیست. پشتش کلی الگوریتم هوشمنده که دائما هم دارن بروز میشن و تکامل پیدا میکنن و فهمیدن این الگوریتم ها راستش دیگه فقط برای متخصصای سئو نیست. یعنی اگه شما یک کسب و کار کوچیک دارید یا متوسط یا یه فروشگاه اینترنتی، این دیگه یه مزیت نیست، واقعا یه ضرورته. خب پس امروز میخوایم یه جورایی شیرجه بزنیم تو دنیای این الگوریتم ها. ببینیم گوگل چطور کار میکنه، چطور بهترین ها رو جدا میکنه. منبع اصلیمون هم یه مقاله خیلی خوب از بچهای هوشوب هست تو سایتشون hushweb.ir. کارشون طراحی سایت و سئوه و قشنگ مهمترین الگوریتم ها رو توضیح دادن. آماده اید که ببینیم گوگل چطور فکر میکنه؟ حتما. ببینید هدف اصلی گوگل هیچ وقت عوض نشده. همیشه میخواسته بهترین و مرتبط ترین نتیجه رو به شما یعنی کاربر نشون بده. الگوریتم‌ها هم ابزارشن برای رسیدن همین هدف. خب با کمک مقاله هوشوب بیاید با چند تا از اصلی‌ها شروع کنیم. اون قدیمی‌ترها شاید. اونایی که اومدن جلوی محتوای به درد نخور و لینک‌های الکی رو بگیرن. یادمه یه زمانی خیلی زیاد بود از این چیزا. دقیقاً. گوگل با پاندا و پنگوئین شروع کرد. پاندا رفت سراغ محتوای بی‌کیفیت، کپی یا خیلی سطحی. پنگوئین هم تمرکزش روی لینک سازی های اسپم و غیر طبیعی بود. یعنی لینک هایی که فقط برای گول زدن گوگل ساخته می شدن. نکته کلیدی که هوشوب هم روش تاکید داره اینه. گوگل با اینا گفت آها کیفیت محتوا و اعتبار لینک مهمه، نه فقط تعدادشون. این خیلی جهتگیری مهمی بود. پس قدم اول شد مبارزه با تقلب و محتوای بی‌ارزش. ولی خب گوگل چطور فهمید منظور ما از سرچمون چیه؟ یعنی فقط کلمه کلیدی مهم نیست، اون هدف پشتش هم مهمه. آفرین. اینجاست که الگوریتم‌های فهم زبان طبیعی وارد شدن، مثلا مرغ مگسخوار یا هامینگبرد. این کمک کرد گوگل فراتر از کلمات کلیدی معنای کلی عبارت جستجو شده رو بفهمه. بعدش رنک برین اومد که یه جورایی با هوش مصنوعی کار میکرد. کمک میکرد گوگل جستجوهای جدیدی که تا حالا ندیده بود رو بهتر درک کنه. هوش مصنوعی؟ از اون موقع‌ها یعنی؟ آره، یه شکلی از یادگیری ماشین بود. و بعدش هم برت که خیلی پیشرفته تر بود تو درک زبان. برت تونست ظرافت‌های زبانی و روابط بین کلمات حتی تو جمله‌های محاورایی یا سوال‌های پیچیده رو بفهمه. برای همینم هست که همونطور که هوشوب توضیح میده دیگه فقط نوشتن یه متن کافی نیست. باید محتوای عمیق، طبیعی و واقعاً کاربردی تولید کرد که به سوال کاربر جواب بده. خیلی جالبه. پس گوگل هم محتوا رو میفهمه، هم کیفیتش رو میسنجه. دیگه چه چیزایی براش مهمه؟ تجربه شما موقع کار با سایت. این خیلی مهمه. الگوریتم تجربه صفحه یا پیج اکسپریانس و معیارهای کور وب وایتالز دقیقاً تمرکزشون روی همینه. کور وب وایتالز؟ اینا چی هستن دقیقاً؟ 3 تا معیار اصلی هن. یکی سرعت بارگذاری بزرگترین محتوای صفحه LCP، یکی دیگه واکنشگرایی صفحه به اولین کلیک یا تعامل شما FID که داره با INP جایگزین میشه، و سومی هم این که چقدر عناصر صفحه موقع لود شدن هی جابجا میشن و رو اعصاب میرن CLS. البته چیزای دیگه مثل امنیت سایت HTTP و اینکه سایت رو موبایل خوب کار کنه هم جزو همین تجربه صفحه. هوشوب هم به درستی اشاره کرده که یه سایت سریع، روان و امن کاربر رو راضی نگه می‌داره و این برای گوگل خیلی ارزش داره. پس یعنی حتی اون جابجا شدن یه عکس کوچولو موقع باز شدن صفحه هم میتونه تأثیر منفی بذاره. گوگل واقعا به همه چی دقت میکنه ها. همینطوره. جزئیات فنی هم مهم شدن. و این فرایند هیچ وقت تموم نمیشه. گوگل مرتب به روزرسانی‌های هسته یا کور آپدیت منتشر میکنه. اینا تغییرات بزرگتری هستن که کل سیستم رتبه بندی رو تحت تأثیر قرار میدن. هدفشون معمولاً جریمه کردن نیست. بیشتر هدفشون اینه که سایت‌های با کیفیت رو بهتر شناسایی کنن و بهشون پاداش بدن.
برای همینم توصیه هوش وب اینه که به جای استرس گرفتن برای هر آپدیت، تمرکز اصلی باید روی بهبود دائمی کیفیت کلی سایت باشه و مفهوم EEAT رو جدی بگیریم. یعنی نشون بدیم که تو حوزه کاریمون تجربه داریم، تخصص داریم، معتبر هستیم و قابل اعتمادیم. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، به نظر میرسه کلید موفقیت تو گوگل اینه که همیشه کاربر رو بذاریم اولویت اول. درسته؟ کاملا درسته. تحلیل هوش وب هم دقیقاً همینو میگه. الگوریتمای گوگل تهش دنبال اینن که به سایت‌های جایزه بدن که برای کاربر ارزش واقعی ایجاد میکنن. یعنی محتوای عالی، لینک‌های طبیعی و معتبر، تجربه کاربری خوب و اینکه واقعاً نیاز کاربر رو درک کرده باشن. و این یعنی دیگه دوره اون ترفندهای الکی و زودگذر تمام شده. صداقت و کیفیت بهترین استراتژی بلند مدته. خیلی ممنون از این توضیحات خوب و روشن که بر اساس مقاله کاربردی هوش وب hoshweb.ir بود. خواهش میکنم. نکته مهم همینه که این دنیا دائما در حال تغییره. پس باید همیشه در حال یادگیری باشیم. و حالا یه سوالم برای شما که گوش میکنید. با چیزای جدیدی که داره میاد، مثل هوش مصنوعی مولد تو خود نتایج جستجو، یعنی Search Generative Experience یا SGE گوگل، فکر میکنید روشی که شما خودتون دنبال اطلاعات میگردید تو آینده نزدیک چقدر فرق میکنه؟ اینم چیزیه که هوش وب به عنوان آینده جستجو بهش اشاره کرده. جای فکر داره واقعاً.